در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان با مقصد جلب هرچه بیشتری داوطلبان به دانشگاه روزی درهای گشاد برگزار شد. در این معرکه محصلین خدمتکنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی پایتخت و ناحیه‌های تابع مرکز اشتراک نمودند. در دانشگاه به هر یک اختصاص به داوطلبان گوشه مخصوص تأسیس داده شده. صدارت فاکولتی‌ها درباره اختصاص‌های موجوده معلومات ضروری پیشنهاد می‌نمایند. داوطلبان در برابر شناسایی با کامیابی‌ها باز از شرایط صنفخانه‌ها، کتابخانه علمی و الکترونی، مرکزهای تستی، تالارهای فرهنگی و دیگر اقتدارهای آن دیدن کردند. قابل ذکر است که امروز دانشگاه از روی 36 اختصاصی برنامه بکالور، 10 اختصاصی برنامه ماجستراتور، 13 اختصاصی برنامه دکتر پی اچ دی و 6 اختصاصی برنامه تحصیلات دوم عالی کسبی متخصص آماده می‌سازد که بازار مهنت واقعاً به چنین متخصصان نیاز دارد. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان یکی از مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در قلمرو جمهوری تاجیکستان اوید به آماده نمودن متخصصان در ساحه اقتصاد و تجارت فعالیت می‌نماید که در آن 4 فاکولته فعالیت می‌نماید. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان یکی از مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در سمت رقم کنونی اقتصادی نیز سهم نظر از دارد، زیرا در دانشگاه متخصصان ساحه اقتصادیات رقمی نیز آماده کرده می‌شوند. با محصلین مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت اطلاع داده شد که دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان دارای 142 صنفخانه، 12 صنفخانه کامپیوتری، 3 آزمایشگاه تعلیمی، 3 عدد صنفخانه لینگافونی، 840 کامپیوتر، 130 پروژکتور با اکران، کتابخانه و کتابخانه الکترونی میباشد. همکاری با دانشگاه‌های پیشرفته و با نفوذ عالم راه اندازی کرده دارای اکریدیتاسیون بین‌المللی گردیده است. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان که 36 سال باز ارزی هستی دارد، یکی از مکتب‌های عالی موفق جمهوری در ساحه اقتصاد و تجارت، گمرک، حقوق اقتصادیات، سیاحی و مارکتینگ به حساب می‌رود. با مقصد تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص و بالا بردن آبروی نفوذ دانشگاه چی در داخل و چی در خارج کشور، هیئت پروفسوران و آموزگاران و کارمندان آن تمام کوشش و غیرت خود را روانه کرده ایستادند. تذکر داده شد که دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در بازار خدمت‌رسانی تعلیمی جایگاه خاصه خود را داشته. اوید به تیار کردن، بازآموزی و تکمیل و اختصاص متخصصان موقع پیشرفت را اشغال می‌نماید. خلق کردگان دانشگاه نه تنها در ساحه‌های گوناگون اقتصادی مملکت بلکه در تشکیلات و شرکت‌های با نفوذ بین‌المللی نیز فعالیت پرثمر دارند.